مخاطبین از رسانه پشت پرده. ماجرای فیلم استاندار سامه یادتونه میگه که منم دالشونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید از صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. ماجرای ازدواج مهران مدیری که از موضوعات پربحث این روزهای محافل مختلف و رسانه ها شده که امروز میخوایم یه مقدار راجع به این موضوع صحبت کنیم. دیروز هم من یک ویدیو منتشر کردم و یک سری تصاویر و عکس‌ها به شما نشون دادم در خصوص ازدواج مهران مدیری با خانم غزل رجبیان یا اصطلاحاً غزل اعظم رجبیان، یعنی با نام کامل غزل اعظم رجبیان. اسم باباشم حالا نمیگم بعدم میرید سرچ میکنید ولی چون یه خاطره جالب برای من اتفاق افتاد برای اولین بار تو طول این ویدیو که حالا جلوتر به شما خواهم گفت و اینکه خیلی‌ها دنبال این بودن که آقا مراسم ازدواج چقدر هزینه برداشته، چقدر مهریه یه همسر مهران مدیری، کجا برگزار شده، چرا همه دارن تکذیب میکنن و همه دارن میگن که نه این اتفاق نیفتاد. قبل از اینکه من همه موضوعات رو همه این سوالات رو بهش پاسخ بدم یه لطفی بکنید اگر کانال پشت پرده رو سابسکرایب ندارید همین الان سابسکرایب کنید، این زیر دکمه است بزنید، 2-3 ثانیه هم بیشتر وقت نمیگیره. یه لایک هم بکنید و برای دوستان خودتون توی واتساپی، اینستاگرامی، تلگرامی جایی بفرستید هم به خدا جای دوری نمیره. حداقل ما یکم انرژی میگیریم و میگیم که آدمشون هم ما اینا برنامه تولید میکنیم، اونها هم یه حالی با اون. اولا اینکه من یه تحقیق جالب و باحال کردم در خصوص ازدواج مهران مدیری با خانم غزل رجبیان. متوجه شدم که این ازدواج سوم مهران مدیری بوده، نه ازدواج دومش. و رفتم یه کنکاشی توی اینترنت کردم و از یه چند نفرم سوال پرسیدم. یه موضوع، یک اتفاق جالب رو متوجه شدم، اصلا خودم دیدم خندم گرفت. پدر خانم غزل رجبیان دوست صمیمی بابای منه. تازه من الان متوجه شدم و یه دونه عکس هم با هم دیگه دارن و با هم همکارن. از این هواپیمای نمیدونم بازی مدل بدون سرنشین درست میکنن و اینا و این هم جالب بود، شاید خودشون هم ببینن الان شوکه بشن. من خودم دیدم شوکه شدم، ولی خب دیگه ببین من با رفیقای بابام هم شوخی ندارم. و اینکه این ازدواج سوم مهران مدیری بوده و پیش از این هم 2 بار ازدواج کرده. 2 تا فرزند داره به اسم فرهاد و شهرزاد. فرهاد از ازدواج اول مهران مدیری بوده و شهرزاد از ازدواج دوم مهران مدیری بوده و الان هم که با این خانم غزل ازدواج کرده رابطهشون بسیار پرتنش و پر از کنکاش بوده و پر از جنجال بوده که یه دونه عکس هم ازشون لو رفت که داریم میبینیم. این عکس رو توی اصطلاحاً کشور فرانسه، شهر پاریس. حالا اینجا من میتونم اینا هم ببرم بالاتر. این تصویرم بوده ازشون. حالا نمیدونم چرا این تصویر ما امروز استثناءً اینطوری شد، اما این تصویر بوده که ازشون پخش شده بوده و این تصویر پایین و این تصویر بالا یه در مورد تکذیب میکنن، میگفتن نه این خانم غزل رجبیان نیست. یه دونه عکس تو پیج شخصی خانم رجبیان هست که حالا من این عکس رو براتون نمایش بدم. اگه دقت بکنید به این عینک خانم رجبیان تو خیابون شانزلیزه توی کشور فرانسه شهر پاریس ضبط شد. بسیار هم این خیابون الکی تعریف میکنم چون خیابون خفن و خوبی نیست. این عکس رو اگر با این عکس مقایسه کنید متوجه میشید که یکی هستش هم عینکش، همین فرم مش موهاش که کاملا مشخص، کیفش هم حتی حالا ما اینجا بزنیم متوجه میشید که کیفش هم همون کیفش که خود خانم غزل رجبیانه و یه پیج اینستاگرام داره که وقتی این پیج اینستاگرامش رو نگاه میکنیم کلی دل نوشته. حالا این عکس با مهران مدیری که دست مهران مدیری ما اینجا داریم و میدونید که مهران مدیری بسیار ساعت بازه و اینم عکس دیگه ای که از خانم غزل رجبیان وجود داره و حتی یه چند تا دل نوشتن برای مهران مدیری نوشته. نمیدونم ساعت 6 صبح باید باشند آدم‌هایی مثل تو که بگویند و نشان دهند قصه ای را که باید دیده شود و هرگز فراموش نشود.
چون با همدیگه هی قهر میکردن، آشتی میکردن. این نرم از بغل مهران مدیری میرفت با چند نفر دیگه نوشته عمق ژرف به اندازه صدها در ابعادی کودکانه، هم آواز سکوت به دست شرافتی بی همتا، ترکیبی است عجیب دقیقاً مثل خود تو، مثل این عکس، و چه خوب است آفرینش عجایب که به یاد دارند حقیقت ذات خداوند را، حقیقت ذات خداوند را. مهران مدیری هم تک کرده. بعد جالب گلاره عباسی هم اومده و نوشته که عزیز ما تولدشون مبارک و تولدشو تبریک گفته 35 هفته پیش، که نشون میده که آقا عمق رابطه اینا خیلی بیشتر. اینا حتی یه دونه ویدیوی دیگه هم گذاشته، یعنی همش اومده و دلنوشته های عاشقانه برای مهران مدیری گذاشته. این یکی از پیج های غزال رجبیان هستش که در حال حاضر در دبی داره کار مدلینگ و کار لباس را انجام میده. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که مهران مدیری به شدت تاکید داشت که این مراسم با بیشترین سانسور و در شدیدترین تدابیر امنیتی اتفاق بیفته. بازم گفتم تو ویدیو قبلی، هر گونه تصویر برداری، فیلم برداری، نمیدونم گرفتن ویدیو عکس ممنوع بوده. یه سری اومدن نرم از بغل یواشکی فیلم گرفتن از اون، حالا چون روی کشتی بوده، از آب و فضای بیرونی که توی دبی بوده، قصه صداها لو رفته. حتی چندین تا آهنگ مهران مدیری هم توی مراسم عروسی پخش شده بوده که اونایی که تو مراسم بودن گفتم به خاطر همین هیچ فیلم و عکسی از مهران مدیری و غزل رجبیان تا الان بیرون نیامده. خودشون گفتن رسما میخوایم این موزیک ویدیو درست بکنیم، یه دونه کلیپ درست بکنیم مثل بهرام رادان و گلزار منتشر بکنیم. که البته مراسم کشتی تنها قسمتی از این مراسم بوده، یعنی مراسمشون هم توی کشتی بوده، هم توی هتل نیکی بیچ هتل توی جمعرای دبی این اتفاق افتاده. عروسیشون اونجوری که تخمین زده شده، چون اینا که به کسی فاکتور نشون نمیدن، که $1,000,000 آب خورده و یک سری مهمون ها از آمریکا و جای مختلف دعوت شدن و حتی پول بلیت هواپیماشون و هتلشون رو هم دادن. یعنی همچین حالی رو دادن به مهمونا. یه مراسم کاملا لاکچری. گفته شده که مهران مدیری سکه آنچنانی نزده، زده 14 تا سکه، یه دونه خونه تو دبی، یه دونه خونه توی تهران و برند غزل رجبیان رو هم ثبت کرده و یک سرمایه گذاری سنگین و توپل انجام داده روی همسر سوم خودش. رو میگفتم دیگه مهران مدیری، اینم تلفن ما، توی این هیریگیری داداش من پیام داد و اینا، یه سرمایه گذاری سنگین انجام داده و هی میرفت میومد، با منشی صحنه دوست بود، با فلان بازیگر دوست بود، با فلان شخص دوست بودن. خب مهران مدیری بالاخره تصمیم گرفت که گردن بگیره. دید بازار گردنگیری سلبریتی ها بالاه دیگه، الان مد ازدواج شده. گلزار ازدواج کرد، بهرام رادان ازدواج کرد، مهران مدیری هم ازدواج کرد. به زودی خبر ازدواج بقیه برای بچه دیگه هم به گوش میرسه، چون دیدن الان ویو این چیزا تو ازدواج کردنه و توی تشکیل خانواده است و حالا یه همچین هزینه میلیاردی رو کردن برای این ازدواج. خیلی در نوع خودش جالبه. یه سری سوالات هم مردم پرسید بودن، من هی میگم آقا سوال بپرسید. این سوالات مردم بود که پرسید بود که آیا اسپانسر خاصی برای مراسم عروسی وجود داشته؟ نه، ولی خب یه سری از برگزاری مراسم رو تقریبا 70-80 دستش علی اوجی هندل کرده بوده در دبی. افرادی دیگه توی فرش قرمز هم بود، با زن کریستیانو رونالدو هم عکس گرفته بود و حالا یه دم گفتن که آقا ماجرای مهران شکایتی چیه؟ تو اومدی گفتی ببین یه سری پرونده ها لو رفته بود. خب که حالا من رفتم نگاه کردم تو این سایت هایی که هستن و شکایت اونجا هستش، مثلا مهران مدیری از یه شخصی کلاهبرداری کرده 5 میلیون تومان پروندهش هست. یا مثلا این فیلم عروسیشون هم که نشون داده بودم، یا مثلا پرونده دیگه بوده اسم باشم رضا دیگه، متهم مهران مدیری بوده، نشر اکاذیب، مهسا بازیگر بوده و اختلال در نظام آسایش عمومی که گفته شده که تو تاریخ 19 دی ماه سال 2041 یه اتهاماتی وارد شده به مهران مدیری برای نشر اکاذیب بازیگر، یک شخصی بوده به اسم مهسا که جالبه که اسم اون مهسا هم پنهان مونده، یعنی فقط خود مهران مدیری ما اینجا پروندهش رو میبینیم. بعد از مهدی رحمانیان فکر کنم به عنوان
تهیه کننده شکایت کرده. جالب یه دونه پرونده دیگه هم دارم با علی اوجی، یعنی با علی اوجی و علی درویشپور، این 3 نفر رفتن شکایت کردن، یعنی متهم شدن. شاکی یکی دیگه بوده، علی درویش، علی اوجی و مهران مدیری، ازشون شکایت شده و اتهام هم جریدار نمودن عفت عمومی بوده که گفتن که اتهامات وارد شده به مهران مدیری، علی اوجی، علی درویشپور بوده که رفته توی دادگاه. اون سال 97 بوده. قدیم علی اوجی ارتباط داشته با مهران مدیری. تصاویر هم هست دیگه که اومدن، قبلا هم گفتم دیگه، توی این ویدیو صدای مهران مدیری میاد. یه تیکه دیگه بذاریم. صداش اینجا پخش میشه. حالا دیگه دیدید دیگه تو ویدیوهای قبلی دیگه. اینم عکسایی بوده که مراسم عروسیشون لو رفته و این عکس‌ها هم موندم که چه جوری تونستن بگیرن این عکس‌ها رو. یعنی خود منم کرکوپر پشمم ریخته. به شدت کنترل میکردن که هیچ کسی نتونه فیلم عکس بگیره. اصلا اومدن گفتن که حتی خبر ازدواج مهران مدیری هم نباید جای درز بکنه و بگید. حالا علتش من نمیدونم چی بوده، مهران مدیری به خاطر حالا دختر بازیش بوده، نمیدونم چی بوده، ولی تا این حد یعنی اینا فشار آورده بودن که کسی خبر رو نبره و نگه. به خاطر همین مهمونا وی آی پی دعوت شده بودن. اما خب دیگه همیشه توی این موقع هر چقدر که شما صفر بگیری یه جا در میرسه به همین. فقط البته گفتن که جای مطرح نشه، حالا من شما بین خودمون بمونه، شما جای دیگه خواهشاً نگید و اینا هم دیگه. به هر حال پدرزنش هم رفیق پدر من بوده. شانس ما تو این هیری ویری بیا درستش بکن. در صورت خانم رجبیان سلام برسونید پدر بزرگوارتون. قطعا آدم خوب و شریفی ان، زحمتکشن و اینکه کارهای دستی انجام میدن و نمیدونم، دمش هم گرم. دستان پدرتون رو ببوسید، خیلی زحمت میکشن. خیلی مخلصیم، دمتون گرم. اگر دوست داشتید ویدیو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. چکریم.